دیگه نامش فتاوای ابن عابدین. او میگه که اگر یک کسی با مذهب شافعی نماز خوان مثلا آمین گفت یا یک کار بگه یا مالک، حدیث صحیح بود، میگه این از مذهب امام بیرون نمیشه، در مذهب است. چرا نمیشه؟ میگه و صح عن الامام، به خاطر که به صورت صحیح از امام ابو حنیفه رحمه الله ثابت است اذا صح الحدیث فهو مذهبی. حدیث که صحیح بود این مذهب است. هر کی میگه به هر مذهب عمل کرد در عبادت و حدیث صحیح باشه از مذهب امام بیرون نمیشه. این خود از او امام مذهب و نمو است. او میگه این در مقدمه ابن عابدین که سعی کنید مقدمه صفحه 67 75 دینمی بعضی تبا فرق میکنه 60 تا 75 این میجه است. یک ملا بخونه این ملایی که خود مذهبی میگن که آمین بالجهر گفتی از مذهب چت میکشید خلاص. حالا چی شدم من آمین گفتی یا تو وابی شدی؟ میگه وابی چی معنی؟ یعنی دیگه مذهب نیست. چطور نیستم؟ من خب ما بعدی صحیح عمل کردیم. نه تو از مذهب برآمدی. هر قدر بگوی هستم در مذهب نکش مرا، نه ما کشیدیم مطمئن برو. اگر که از مذهب کشیدن گپی نداره. خب از مذهب کشیدی، از مذهب امام از مذهب رسول الله هم کشیده میتونی؟ نه خلاص دیگه ما در مذهب رسول الله هم هستیم. نه مردم ها رو ببینی کامل مست بیچاره. خب از این گپ خبر نداره. در یک مجلس رفتیم چند تا ملا بود، امی جای ابن عابدین برش کشیدیم رنگشون پک پریده بود. خب ولی تو گپ در کتاب ماست ما خبر نیستیم. خب کسی بعدی صحیح عمل کنه از مذهب نمیبرای ما هیچ خبر نی. ما واخیر از مذهب میکشیم، از لیست میکشیمش. مرا قومان میگه که خبر شدیم که یک قوم داریم اما از مذهب برآمده. دیروز چند تا سفید آمده. چطور برآمدیم؟ من گفتم من نبرآمدیم. گفت نه آمین گفتی برآمدی. دیگه دیدیم تو یک دفعه هیچ چیزی تو میکنی. بعد از فرض ذکر میکنیم چی میگه؟ کتیکلکای خود ساتیری داره. کتیکلکای خود یعنی رسول الله سلام 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر بعد از فرض میگفت. بعد می کسی را بگوید گناهش به اندازه کف بحر باشه الله او را میبخشه. ری سفیدا چه میگه؟ همین بعد از فرض همین ملا دعا نمیکنه کتیکلکای خود ساتیری داره، چی میکنه این؟ چرا دعا نمیکنه؟ گفته مال همین دعا خو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. همین نماز خود دعا پر است. داخلش باز دعا میکنیم که اللهم ربی نعوذ بک من عذاب جهنم، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا. همین کلش دعا نیست. نه میگه او دعا نیست. دعا میگه ایست که این تو دستای بالا کنی خلاصی قرضدارا و مردا و جنازه اینا رو برش دعا کن. اینطور میگه دعا کن. این مردم نافهمن. این چرا این مردمی تو مانده؟ یقین کنین دست ملای کاملم یا ترسو ملا دست ملا مردم خراب است. خب و ملا که خبرم میشه قبول نمیکنه. امام مذهب میگه کسی بعدی صحیح عمل کرد از مذهب نمیبرایه. این ملایی که پسان آمدن دوڑای خورا نان خورا یا میگه نی برآمد میکشت از مذهب. دعوتشان میتیم بین در مجلس ما نمیان، میگه اینا از مذهب نیستن. ما اونا را میگیم شما ما را دعوت بتید ما میایم، بشرط مجلس تان گناه نباشه. هر جای میگیم هم میایم. گپ میگی گپ میزنم، نمیگم تو میشینم گپای تا گوش میزنم. خراب گفتی برات میگم میرم. حالا میگه نه میگه یارو نخواین در مجلس ما. خب نمیمانه، خودش هم نمیآید. ما دمی افتتاح قرآن 35 مولوی را خبر کردیم. 2 دانه شاگرد امام است. یکیش 2 سال پیشم درس خوانده اینجا امام است، یک تاش دو کارته 4 6 ماه درس خوانده. کلام مولا است. 6 ماه یکیش درس خوانده، 2 سال دیگهش اینجا نامد. خب بیا میجا افتتاح میشه گپ میزنی بگو گپایتا چی میگی؟ بیا گپ دی چی گپ داری؟ نمیاد بیچاره دور میگرده. هر قدر من میگم من در مذهب هستم اینه اینطور است. حدیث هم میگن تو از مذهب برآمد، ما را از مذهب کشیدن. چی کنیم دیگه؟ عالما آمین رسول الله هم میگه کسی بگوید گناهش الله میبخشه، تو میگی نگو، دشمنی میکنی با آمین. حدیث بخاری که این نفر اول میگه که بعد از حدیث صحیح ترین کتاب چی است؟ بخاری است. و هم قبول داره. این نفر اول هم بخاری را قبول داره، شما قبول نداره. رئیس جمهور بخاری را قبول کرده، میگه بعد از حدیث صحیح ترین کتاب بخاری است. خب
تو میگی من قبول ندارم، اون قبول داره. اینا سعی کنین دیگه حدیثه. ولی مسلم این خود روایت بخاری بود. مسلم چی میگه؟ ان رسول الله صلی الله علیه و قال، رسول الله صلی گفت اذا قال احدكم في الصلاه آمین، یکی از شما در نماز آمین بگوید، و الملائکه فی السماء آمین، ملائکه در آسمان آمین بگوید، فوافقت احداهما الاخرى، یکیش با دیگهش موافق شود، غفر له ما تقدم